بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. مقدمة المؤلف يعني أكنون مقدمه خود الشيخ سر می شود. مراد از شیخ وقتی که میگید که قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم، در مقدمه شیخ همه خیلی تصفیه قال شیخ بسم الله الرحمن الرحیم، قال رحمه الله گفت الله رو رحمت کند. بسم الله الرحمن الرحیم چی گفت؟ کی گفت؟ اول فهمیدن نکنه. قال شیخ الاسلامی العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف رحمه الله تعالى. شیخ محمد بن عبد الوهاب در شهر عیینه تولد شده. کدام سال؟ سالی 1115 تولد شده. وفات 1206 در سنی 91 سالگی. يعني ولد رحمه الله تعالى في بلدة العيينة سنة 15 و100 وألف للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 6 و200 وألف للهجرة النبوية بعد عمر يقارب 91 سنة. بعد از يعني كسنين 91 سالگی. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح أكو شارح مبير يعني الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل. مؤلف الله رحمتش کند ابتدا کرد یا که سر کرد یا آغاز کرد. چرا؟ این رساله را با بسمله، مراد از بسمله بسم الله الرحمن الرحیم، اقتدا به کتاب الله عز و جل کرده. فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحیم، چون که اولین آن چیزی که چشم تو به آن می افتد در مصحف یعنی در قرآن و پیش از هر یک سوره از اون مصحف که چشم تو می بینه یا می افتد این چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فهمیده؟ یعنی مؤلف از کجا یافته دلیل را برای بسم الله الرحمن الرحیم نویسن رو در کتابش، در رسالش از کتاب الله. فالبدأت بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عز وجل. پس آغاز کردن به بسمله در رساله ها و در کتاب ها و در نوشتجات ها، یکم نوشتجات نویسیدن و در مؤلفات اقتدا به کتاب الله عز وجل بوده است. فهمیده؟ یعنی بدعت نیست. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نویسته بود آن را. چرا؟ یعنی بسمله را در اولی رساله هاش، نامه هاش، هنگامی که نامه نویسی میکرد یا که نامه میفرستانید به امیرها و به راهبرها و الى من فی اقطار الارض و به کسانی که ایشان در کنج و گوشه و کنارهای زمین بودن، یدعوهم الى الاسلام، ایشان را فرا میخوان به اسلام. یعنی نامه هایی که به اونها میفرستانیده بود در آغاز نامه چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم بود. فهمیدید؟ يبدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، کتاب خود را به بسم الله الرحمن الرحیم چی میکرد؟ آغاز میکرده بود. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح أحاديثه
وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم مما يدل على أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم و پیامبر صلی الله علیه وسلم کان یفتتح میکشاده بود سخنهای خود را، حدیثهای خود را و سخنهای خود را به بسم الله الرحمن الرحیم. مما یدل این دلیل است، مما یدل این دلیل است علی ان البداءة کی آغاز کردن به بسم الله الرحمن الرحیم سنت رسول صلی الله علیه وسلم بوده است. یعنی که پیامبر صلی الله علیه وسلم که آغاز میکردن در آغاز سخنشون در نامه هاشون، این برای من شما دلیل شده است به سنت بودنی گفتنی این بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم؟ نعم. كما كان سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبا بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحیم. چنانه که سلیمان پیغمبر علیه السلام چیکار میکرده بود؟ آغاز میکرده بود یا که آغاز کرده بود کتاب خود را، مکتوب خود را هنگامی که مکتوب فرستانیده بود با بلقیس گفتگی زن او پادشاه بود در شهر سبا. بلقیس نامش ملکه، یعنی که وظیفش پادشاه، سبا نامی همون شهر. نامی خود را به چی آغاز کرده بود؟ به بسم الله الرحمن الرحیم. قالت یا ایها الملأ، همون زن گفت وقتی که نامه به دستش رسید، به دست اون زن گفت که یا ایها الملأ. قالت یا ایها الملأ، گفت ای متفسیر نخونسته ای مردم. اصلا ملأ اشراف قوم نمیگویم، آسقالا نزدیکانی که به همون به پادشاه نزدیک میشنن، به زبان تاجیکی ما اشراف قوم میشن، بزرگان قوم. ای بزرگان قوم، اینی القی الی کتاب کریم، و درستی به من نامه بزرگی را پرتافتم. و درستی به من نامه بزرگی را پرتافتم، این که آوردم. اینه من سلیمان، این نامه از کی است؟ از سلیمان بوده است، امضای پادشاهی سلیمان بوده است. و اینه بسم الله الرحمن الرحیم، این آغاز شده است و بسم الله الرحمن الرحیم و زمان گفته ایستاده است. اکنون سخن سلیمان سر شد، گفت که الا تعلو علی، به من تکبری نکنید. فهمیدید؟ و اتونی مسلمین، سرخم کرده بدون جدال و بدون کشمکش به نزد من بیاد. گفت سلیمان فرمانده. اکنون سوری نام ینبغی البدء ببسم الله الرحمن الرحیم فی کل امر له اهمیه. ینبغی البدء، باید که آغاز کرده شود. ینبغی باید که لازم است که آغاز کرده شود به بسم الله الرحمن الرحیم در کل کاری که له اهمیت، یک کاری اهمیت دارد. بگیم یجب و کل مؤلف له اهمیت، و لازم است که آغاز کرده شود در کل مؤلف، یعنی کل نوشتجاتی که و یک نوشتی بیکار نیست، له اهمیت، یک نوشتی اهمیت دارد. مثلا شما یک چیزی هم تو درو نوشته دیدن، کنسپکت کسی دیدی، سونی اون کنسپکت کردگی تو میپرد در مستمر دعوت باید که ننویسه شما بسم الله الرحمن الرحیم، چون که باید سیاه نویسه. همین وقتی که اون سیاه نویس رو در صفحه نویس که روبردار که کرده، پیش از اون که روبردار کنه و یک میدونه که اکنون در رف کتاب شما میسه، یا که در شانته شما میسه، در همراه شما میسه، کیسه شما میسه، دعوت چیکار میکنه؟ اول بسم الله الرحمن الرحیم میده، چون که اکنون این نوشته، این دویم نوشته که شما نوشته است، یک نوشته اهمیت داره دیگه، او رو شما در موسر نمیپرده، در پرتابه ده منه. وله قیمت، او دارای ارزش هسته. و کل رساله و در کل نامه یک هست و نامه منویسه، پیش از نامه نویسن اول میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، که ماست میدونم که بتین که نمیدونم. و علی هذا و بنابراین فالذین لا یبدعون مؤلفاتهم،
و رسائلهم بسم الله الرحمن الرحیم و بنابراین پس کسانی که آغاز نمی کنند کتابهای خود را و رساله ها نامه های خود را در بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی کنند، هؤلاء ترک سنت النبویه، ایشان ترک سنت پیامبر کردند. مفهوم؟ والاقتداء بکتاب الله عز وجل و ترک اقتدا به کتاب الله کردند عز وجل. فهمیدید؟ یعنی پیروی از کتاب الله را ترک کردند، زیرا اولین چشمی که من شما میبیند در کتاب الله این بسم الله الرحمن الرحیم است. وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة. وربما وممكن است که و احتمال است که بسبب همین ترک سنت کردنشون کتاب اونها، همین کتاباشون و رساله هاشون در اون برکه نیست. یعنی که خطا نمیکنه، ممکن است که کتابای و یا برکه نداشتنش از سبب اون است که چی ندارد؟ بسم الله ندارد، ترک سنت کردن. لأنها اذا خلت من بسم الله الرحمن الرحیم فإنها منزوعة الفائده، چون که اونها وقتی که خالی باشن از بسم الله الرحمن الرحیم البته اونها از فایده خالی هستند. منزوعة الفائده، از فایده کشیده شدن، یعنی که از فایده خالی. هر کتاب و هر نامه‌ای که بسم الله نداره در اون فایده نیست، برکه نیست. کشیده شده اصلا رسیم مراد از کشیده شده یعنی که فایده نداره. لماذا ترکوا بسم الله الرحمن الرحیم؟ شیخ خودشون سوال میدهن، خودشون جواب میدهن، میگن که برای چی ایشان ترک بسم الله الرحمن الرحیم کردن؟ انما ترکوها، به درستی ترک بسم الله کردن لانها سنه، چون که بسم الله سنت است و هم ينفرون من السنه، ایشان نفرت میکنن از سنت. او یقلدون من ينفر من السنه، یا خودشون نفرت هم نکنن، تقلیدی کسانی رو کرده شدن که اون کسان از سنت نفرت میکنن. یعنی این عادتشون رو باید پرتاید. اگر بگو که نه ما از سنت نفرت نداره، میگیم که برای چی اکنون یعنی که ترک سنت کرده تو؟ شما ترک سنت کرده، پیروی از کسانی کرده شده که ایشان نفرتی سنت دارن. فینبغی تنبه لمثل هذا، باید که نسبت چنین کار و چنین عمل اهمیت داده شود. باید نسبت این کار چی داده شود؟ تنبه، اهمیت داده شود و دقت داده شود. تنبه اصلا دقت دادن میگه. مفهوم؟ فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة بسم الله، معنی بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله مدد جستن است، به نام الله یاری جستن و یاری طلب کردن است. فقوله، بس قول مؤلف بسم الله الجار والمجرور، بعد اینجا جار است و اسم مجرور است، متعلق بمحذوف، متعلق به یک چیزی پوشیده است. تقدیر اون پوشیده چی است؟ استعین بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام الله الرحمن الرحیم من مدد می جویم، یاری می طلبم. یا که ابتدی بسم الله الرحمن الرحیم، یا که ابتدا می کنم به نام الله بخشاینده مهربان، تبرکم بها، تبرک یعنی برکت جسته به آن طلبه، یعنی طلبی برکت کرده. و استعانة بالله عز وجل، و به الله عز وجل مدد خواسته. فهي مطلع عظیم للكلام وللكتب والرسائل. این یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، این سرآغاز بزرگ است. مطلع گفته سرآغاز میگه، این سرآغاز بزرگ است برای سخن و برای کتاب ها و برای یعنی که رساله ها. فالانسان یستعین بالله فی بدایتها، انسان میگوید از الله سبحانه و تعالی مدد میجوید در آغاز کردن بسم الله الرحمن الرحیم، و یتبرک باسمه سبحانه و تعالی، و به نام او سبحانه و تعالی برکت میجوید. تمام شد. مسئله دوم كيف بيت؟ سوال بعد درس
ما میگیم که سوال بعد است دور مشان